سلام. تغییراتی که حالا رو پیکان ما انداختیم و حالا چیزی که روش اجرا کردیم، چراغا عوض شده، با LED ها گذاشتیم جلوش، فیلتر اسپورت رو گذاشتیم، استیکرها رو چسبوندیم، تیغای برف پاکاران شده، پژویی ریل سوختشون ریل پخش آبشون در از عوض شده که از این نقطه کورام گذاشتیم. استیکرام روش دوتا مثلثی بغل‌های آینه ها هست دیگه. این هم نوشته مانستره که اینش افتاده. از این استیکر هم عقب چسبوندیم. دوتا رو پایین داریم. چراغ هم چراغ فابریکه، فقط این راهنما یه مشکل داره، باید چکش کنیم این مشکلش از کجاست. از این ADC هم چسبونیم. شیشه هم که دودیه. تغییرات داخل هم که سردنده است و پرچم و اون استیکر ها و دوتا هم از این چه گذاشتیم پشت سر صندلی، بانده تو دری. این استیکر هم که هست بیلی. خب موتور هم که فیلتر هوای اسپورت داره دیگه، هفته کوچیک باید تعویض بشه. موتور 4 سیلندر 8 سوپاپه با حجم 1600 دیگه. گازش هم سیمیه، چیزی که حالا رو بقیه خودرو میذارن و این رو خودش هست. استرس باره که میبینیم به دو سر سرکمک ها وصله. دوزگیر ما رو ماشین وصل کردیم. تقویت اتصال بدن هم داره. خب اینجا هم که چراغمون نگاه کردیم انگار که سوخته نیست، که باید کلن عوض بشه با هولدرش، که حالا بعد بریم عوضش کنیم، قطعاتو بگیریم عوض کنیم. فعلا بذاریمش سر جاش. خب این هست این. حالا دیگه فعلا باید ببندیمش که بعد اینا هم چک بکنیم. این که برای چراغ چیا هست، این هم که برای رام هست، راهنما. بندیمش کرد، چسب هم میخواد. شما دقت نکنید به جوراب صندل من. خب همونجور گفتم موتور 8 سیلندر، میگم 8 سیلندر خدایا 4 سیلندر 8 سوپاپ با گلوی خورتومی که بعد وصل میشه به فیلتر هوا. فیلتر هواش هم در اصل یه خورتوم دیگه میخورده میرفته قسمت پایین تر، اون قسمت زیریه. حالا بعد دیگه ما برداشتیم عوضش کرد. این هم که تقویت برای نور جلوه. این هم که فنش هم که از 5 تایی شده 2 4 6 تایی. فنش هم تغییر دادیم شده 6 تایی که حالا تو فصل تابستون و زمستون بهتر ماشین خنک میکنه. برای پیکان این کارو خوبه، روش جواب میده. یه سیستم برقیه برای سر انژکتورام تعویض شده، نو شده. این هم که گفتیم استرس باره که وقتی خود رو میندازن. حالا پیکان چیزی که داره رو خودش هست دیگه. بقیه چیزاش که فابریکه، حالا چیزی که بعد ما تغییر بکنه حالا تعویضش باید بکنیم در است. اسمش وای شم هم که بوش انداختم روش، بوش دکان تیکه به قول خودم. اتصال بدن هم که قویه ماشالله، از همه جایش سیم وصله دیگه. دوزگیرم که گفتیم روش بس کردیم.
جنتا همون جنتاه، فقط در حدی بوده که چندش عوض کردیم دیگه. بقیه چیز ظاهری ماشین هم که اینایی که الان نشون میدیم، چراغ هم که گفتیم باید تعویض بشه، حالا باید چسبش کنیم که بچسبه دیگه. بقیه کارا تمام میشه. اینم اینجا ولوه. اینجا هم که چراغ خطر برای ترمز برای سوم، استاپ سوم اینو گذاشتیم. لاستیکاش هم که 175 پژوییه، رینگ 13 دیگه. رادیاتور هم که مسیه که البته میان عوضش میکنم، ولی خب پیشنهاد نمیدیم برای پیکان چون خودشون عالیه. اینم که استرس باره، استرس بار. این هم قسمت کیت هوا، کیت مکش، فیلتر اسپورت. اینجوری که باز قبلا گفتیم اینجا میرفته پایین با یه خورتونی دیگه وصل میشده اونجا. حالا اگه معلوم باشه گیره اینجا داره که الان نشون میدیم. این گیره باشه، این یکی برای این به این وصل میشده دیگه. اینجا هم که چیز دیگه نداره. آره بقیه چیزا هم که فابریکی. این موتور دستی چیزی داخلش نبرده شده فعلا، حالا بعد اگه بخوایم تعمیر دیگهش کنیم. خلاصی ماجرا از این قراره که آقا اگه برای یه ویدیو دیگه هم میخوایم در برای یه سه چیز دیگه هم بدونیم، میتونین سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین. اینستامون هم که میتونین داشته باشین.